افتخار از آن دارم که امروز میتوانم زادروز اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم تمام تاجیکان دنیا را مبارکباد گویم. باعث افتخار و سرفرازی هر یک شهروند تاجیکستان است که امروز در فضای صلح و استقلال کشور ما از این روزها استقبال میگیریم. میخواهم پیشوای معظم ملت 1000 ساله شوند، زندگی خوب و شایسته داشته باشند، چون که زندگی شایسته را برای تمام ملت صاحب تمدن تاجیک فراهم آوردند، صلح و وحدت را در کشور پایدار ساختند. میخواهم که از این منبر بلند و پیشوای معظم ملت سلامتی، سربلندی، بردباری و همیشه در صف پیش جوان مردان باشند.